سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید امروز به اولین ویدیو چنل من. امروز قراره با هم دیگه خوراکی ترش و عجیبی که تو سوپرمارکت محلمون میشه رو تست کنیم. میشه پیدا کرد. تو این چنل قراره تفریح، گردش، نمیدونم خوراکی، غذا، همه چی باشه. پس با ما باشید. ما رفتیم یه جا دیگه نداشت. خب الان اومدیم این سوپرمارکت و چون که اجازه فیلم برداری نمیده ما بریم بخریم بیایم بعدش با هم دیگه تست کنیم. ما رفتیم سوپرمارکت و اینو به ما داد و ما هیچ کدوم خودمون هم انتخاب نکردیم. ناموسن؟ به آقای گفتیم آقای اینا رو به ما داد و گفتیم ترش‌ترین چیزاتو بده که تو سوپرمارکت داری. اینا رو داد، حالا دونه دونه بخوریم و تست کنیم ببینیم چیه. بذار از صف من بذارم چی. از این لواشک‌های بستنی بهمون داد که نمک روش داره. منبع نمک تموم نشدنی. هم چیزی باحالی باشه. راضی خودت؟ یه دونه من هنوز نخوردم. درود به مرام، درود به عظمتت. آقای فیلم بردار شوخ هست. اینو بهمون داد که لواشک سلایی است کسی که بگادش خیلی ترشه. ولی دیگه ترش هم نباشه دیگه چیکار کنیم دیگه. آقای سوپرمارکت اسمش هم نمیدونم، آقای علیه سوپرمارکت از این لواشک ها بهمون داد و ما هم تعداد زیاد گرفتیم گفتیم خودمونم بخوریم بعد دیگه فقط برای ویدیو نمیشه. ما هم انسانی بیجا. آره ما هم انسانی. آقای فیلم بردار سخن گفت. جدی میفرمایید؟ از این لواشک ها داد که از این بچگی خوردیم خیلی خوشمزه است و ترش که اونقدر نیست. باقلا، ببین از باقلا شاید شیرین باشه ولی خیلی خوشمزه است و اینم باز خودمون انتخاب نکردیم. آقای فیلم بردار آقای سوپرمارکت داد و از این لواشک ها که تو شیشه نوشابه است. نوشابه خوب نیست ولی خوب. چی بودش؟ همپا که شیرینه ولی خب حالا دونه دونه امتحان میکنیم. اول من خیلی دوست دارم اینو امتحان کنم ببینم این چیه. توش موزه ماما موز. یارو خیلی ازش تعریف کرد. یه بار عقب‌تر قشنگ فضامو داشته باشیم. راضی از اینجا این آشغالا که ریختم اینجا رو خودم جمع میکنم و من با دست میکنم که آقای فیلم بردارم بعدش بخواد بخوره. دلت نخواد. I've on our guest Instagram pull. خوبه راضی و حالا ریاکت نیست، واقعا خوشمزه است. پس آقا از این چیزی ها بگیرید. ببین حاضرم از این بعد فقط همینو میخورم. خیلی خوشمزه است. میخوایی؟ یا بعدی میگی؟ بعدش آقا الان جاش نیستش که. خیلی خوشمزه است. خوشه. راست میگی؟ عجب. خیلی خوشه. نایس. حالا بره توش. خیلی خوشمزه بود. من راضی بودم. به این از 10 از 10 خیلی خوشمزه بود و اون ترشی که خودت میخوای بهت میده، ترشی که دوست داری. این 10 اینو بخوریم. این ببین جدیده فکر کنم اینا تا حال من ندیده بودم. منم ندیدم. سلایه هستن. سلایه اینجاشو سیاه‌سفید کنید تو در حال باز کردن لواشک سلایه. برو بس دیگه. خسته شدی. خیلی خوشگه. نه باید برای منحرف نباشی. اون که واقعا 10. ببینیم این
ترشی که ما دوست داریم و بهمون میده؟ نه. چند سلطان؟ 5. 5. ولی خب مهم اینه همین 5 هم گرفته. 5 ترشی که میخوام و بهم نمیده. این ترشی که خودم دوست ناراضی دارم. ها. ای تو تصویرها رو سانسور کن. 5 اصلا ترش هم نیست، شیرینه. یعنی تو چای نبات قشنگ میشه باقلارا رو حلش. واکل، باقلارا چیز این اول میخوام بخورم. سریع دیگه بابا. قطعش کن. ما از اونجا بنا به دلایلی نتونستیم اونجا باشیم و اومدیم این یکی. اینو که بهتون گفتم 10 از 10 واقعا اون ترشی که دوست داری رو بهتون. این یکی اصلا خوشمزه نیست، این یکی اصلا خوشمزه نیست، خیلی هم بدمزه و شیرین. این اصلا اسمش فقط لواشکه، اون ترشی که میخوایی بهت نمیده. ولی اینا خیلی خوشمزه است. یه دیگه میخورم. قرار بود البته اونجا بودیم من حواسم نبود، قرار بود اون شیشه نوشابه‌ای رو بخوریم. چی شده؟ نه ولی حالا عوضش میکنیم، اول اینو میخوریم بعدش بیشون دیگه. مجتبی میخواد مگس بگیره. آره این خوبه، ترش هم هست. راضی؟ چند از چند؟ از 10 8 میدم. به نظر من تو حالا اون بستنیه خیلی بهتر بود و شیشه نوشابه‌ایه. ایک نکنم چیزش شیرینه. بزن ببینیم چه خبره. من با دست میخورم، آقای فیلم بردارم میخواد بخوره. خوشمزه است ولی شیرینه دیگه. ولی با اون که شیرینه ولی بازم خوشمزه است. چند؟ 8 میدم. 8 میدم. باقلا چیزی که هممون باهاش خاطره داریم و اصلا هم زیاد ترش نیست. آقای فیلم بردار. گذشته فریبم داد، حال عذابم میدهد، از آینده وحشت دارم. بچه بودیم خوشمزه تر بود. راضی تر بودی؟ آره بچه بودیم خوشمزه تر بود، راضی تر بودیم. این الان ملسه، ترش هم زیاد نیست ولی خوشمزه است. به اینم میدم چند بدم؟ 8 نده دیگه، بود همه رو داری 8 میدی. اینو میدم 9. از مجتبی قطعی شد. نه مجتبی وایسا دیگه چیز نداریم؟ چرا یارو سوپرمارکت که کم داد بهم؟ البته خوراکی رو میگم، اینجا ایران مای برا. الان اینا رو همه خوردیم و بخوایم نتیجه بگیریم که بخوایم به همشون یه امتیاز کامل بدیم. امتیاز کامل نه، بگو کدومش خفن‌تر بود. من بازم همونجوری که امتیازمو دادم به این، خفنی هم میدم به همین. پس این اوکی ها. خیلی خوشمزه بود. یعنی من میرم الان 10 تا دیگه از این میخرم. جدی میگم. آقای فیلم بردار نخر. این خیلی خوب بود و به این 10 واقعا یکم میتونیم از کمالات لذت ببریم. Yes,
مشتبه قطعش کن